یه چیز رو راست بهت بگم. بله. ببین به لحاظ هواداری و اینا شدیدن دلم میخواد طبیعیه که خب تیم بمونه، ولی منطق و نتایج رو ببینیم ما تیم افتادنی. اصلا همونطوری که تو شفاف گفتی از منم شفاف بگم، الان در بین این اصلا ما که حالا تیمایی که پایین ما هستن کار نداریم، ولی حتی با همونا کدوم تیمی که ما ازشون بهتریم؟ شاید اون خوشی طلایی باشه. چقدر اونم آخه تو خونه بردیم آخه. میگم اصلا ما کدوم تیمه که الان بگیم ازش مثلا ما بهتر بودیم یا هست؟ الان ما میگیم تیتر کم آوردیم، بخوایم رو راست بگیم برای باختن هم دیگه بهانه کم آوردیم. آره دیگه چی بگیم دیگه؟ الان چه حرفی بیایم بزنیم؟ ببین حالا آمارا، ببین همه ما آرزو داریم ببین تیم در شرایطی باشه، حالا ما میدونیم فعلا پتانسیلی رو نداریم که برای مقامی چیزی بجنگیم توی فوتبال این کشور، اون چیز فراهم نیست، ولی همه ما در شاید این آرزو رو ته دلمون داشته باشیم که دغدغمون فقط اون مسائل فنی 90 دقیقه داخل زمین باشه. آره واقعا ما بیایم اینجا بگیم در مورد مسائلی که داخل زمین رخ میده، اتفاقات فوتبالی داخل زمین، تاکتیکای دو تیم و اینا صحبت کنیم، نه اینکه بگیم باز باختیم، باز فلان مدیر فلان حرف زد، فلان تغییر داره انجام میشه، فلان چیز. این بحث‌های خسته کننده یه بار تموم بشه، ولی خب این موقعیت رو در اختیار ما قرار ندادن و این شاید چیزی بود که یه زمانی ما اون دو سه فصلی که آخرین بار تو لیگ برتر بودیم حداقل تا وسطای فصل دومش دغدغه‌مون تا اون حد بود. مثلا دغدغه‌مون در این حد بود که فلان بازیکنمون به تیم ملی دعوت بشه، فلان چیزو عادل فیروزپور تو فلان برنامه فلان حرفو زد. دغدغه‌مون در حد این چیزا بود، نه دغدغه‌ای که الان هستیم یا نیستیم، بعدش چی میشه، فصل بعد میخوایم چیکار کنیم، اصلا لیگ دو بریم، لیگ دو میریم، همش اون نتیجه چی میشه، شاید ما بتونیم یه کاری بکنیم، شاید نکنیم. اینا درده هم. آره واقعا یه ذره سست شدم، میدونی اینقدر اعصاب آدم رو خراب میکنن، نه اینکه آدم جا بزنه، نه مثلا جا زدن نیست، آدم نمیخواد اعصابش خراب بشه. جا شاید الان این حرفی که بگم کامل الان وقتی وضعیت میبینیم درست نباشه، ولی من تو وضعیت بدترم بودم. حالا شاید هر کی بگه از این وضعیت بدتر نبوده، ولی از این بدترم بود. بریم ببینیم چی میکنه دیگه. آره ادامه میدیم به هر حال تیم ماست. ولی اگر فرصتی شد که می‌زد باید یه تغییر تو رویکرد تیم ایجاد بشه. نمیدونم چه چیزی باید عوض بشه، ولی باید یه چیزی تو روند تیم تغییر پیدا کنه. اونو باید پیدا کنه. رسما نفر اولم که امروز وارد استادیوم شدم. ما یه نسلی بودیم که روزای بالا بودن داموش رو دیدیم و حتی نسل‌های دیگه اومدن که داموش رو شاید تو سطح‌های پایین‌تر ولی در حال مبارزه دیدن، شجاع دیدن، دوست داشتنی دیدن. به نظر داره همه چیز به اون سمت میره که نسلی که از قدیم مونده و دوران بهتر رو دیده دیگه کم کم خسته شه و بره سراغ زندگی، نسلی که هنوز شور و اشتیاق داره بره جاهایی که روزای بهتری بگذره. حقیقت اینه که ما همیشه
هواداره مطالبه گری داریم که مطالبات به حق داریم و عاقبت مطالبه گر بودن به هر حال همیشه خوب نیست. 8 سال پیش همین موقع بود تا همین استادیوم با صنعت نفت آبادان بازی داشتیم، روزی که دیگه به لحاظ ریاضی هم سقوطمون قطعی میشد. یکی از غمگین ترین روزهای هواداری داماش بود. نمیگم ما الان افتادیم، ولی تو اون مسیر هنوز شانس هست برای برگشتن، هنوز شانس هست. خیلی دل هوادارا پره، خیلی دل اون رسانه ها پره، خیلی حرفا دلم میخواد بزنم اما واقعا دیگه نمیدونم چی بگم، از چی حمایت کنم، طرف چی و کیو بگیرم. شاید امروز ببریم ولی لزوما برد امروز قرار نیست همه چیزو تطهیر کنه. مشکل ریشه‌ای. نکته کنایه‌آمیز در مورد این بنر اینه که داره کاملا تبدیل به افعال معکوس برره‌ای میشه. ما داریم با پرقدرت برمیگردیم دوباره. بازی رو میبریم 2-0 به نفع داماش. چی بخش میکنن موبیل؟ نه چیه؟ واقعا بچه ها ساقیشون خوب بوده. آره آقا نه ما جنوبیم نه حریف جنوبیه. من جنوبی هم. تو جنوبی داشت. جان مادرتون گل نخورین. جایگاه تخم خوران نوین. یکی این دم و دستکار از محمد آبکار بگیره شاهنگایی آخر. این روز سکو بودن فقط نشستن و تشویق کردن نیست، قبلش کلی تدارکات میخواد. وضعیت تیم رو از آقای عاقل خیلی روزای خوبی داریم میگذرونیم واقعا به لحاظ افعال معکوس برره برم. آره انشالله که این بازی میبریم. بعد از مدت‌های آهنگ داره پخش میشه. آره امروز دیگه هر آهنگی دیگه از شیت آبکار داره پخش میشه. انشالله بعدی تتل سیج این بازی دوام بزنیم. نظریم دیگه تموم. جمعیت دارن میان که این سکو رو کرد. جوان تا پیر. علی حال کسی رسیم. قبلا روزای خوبی تو داماش داشت. باز واسه ما گل بکن میتونی شیران ای قهرمان ایران. شماره 55 آرمان لطف خدا، شماره 82 سعید موهای کوتاه. دمت گرم.
یه هفته زندگی خودمون رو دم شما گرم با تمام وجودتون بازی بریم یه نیمه 0-0. امیدواریم این جمعیت ناامید نرن کنه. علی یه پیام دارم واسه اونی که یه آهنگا رو داره میزه همون بنده آهنگ گذاشته اونجا وایساده دیگه آقای اخبار اصلا دوربین منم داره میلرزه با اینش. نظرت نیمه دوم چی میشه؟ این گلر چند بار گل میخوره؟ مطمئن نیستم که بخوره ولی امیدوارم که بخوره. امیدوارم بخوره. بیا بخورش بیا. نتیجه نهایی ببین در شرایط استادیومی من میگم ما میبریم ولی معقول که از قبل پیش بینی کرده بودم به نظر مساوی بود. ترکنیم یا ترکیم؟ شاید حتی هیچ کدوم هم برای ما ترکیم بازم ترکیم. بابول هم که جلوه کیسه کانگورویت تخمه بده. کیسه کانگورویت منظورشون اینه دوستان اگه چیزی هم نبود. آره دیگه همه مرادی و مبین برداشتن دیگه. من یه ذره خوردم جان خودم. از دکان می آوردی دیگه. جا داره که به مخاطبای یوتیوب بگیم که این ویدیو اسپانسر نشده توسط دکانشون. Sponsored by جان. مراد محمدرضایی گل میزنه یا نه؟ آره داداش گل میزنه. گل یا گل؟ مطمئن باش گل میزنه. حقیقتا از آخرین بار که این برای دروازه نشستم یه صحنه گل رو تونستم بگیرم مدت زیادی بود نشستم دارم اسکیت وضعیتی تیم هم اصلا جوری بازی نمی‌کنه که یه گل زدم اون ور یا خدا بازیکن شهرباز هند ناشیانه داد و اخراج شد. باید از این فرصت استفاده کنیم گل بزنیم دیگه. آرامادر هماهنگی داد میزنه. گله پوریا
کجاست؟ خیلی حرفه‌ایه. پوریا امروز یعنی اون داره. هفته تو نبودی پوریا قوقا کرد. خیلی حرفه‌ایه این مشهد. آره. علی اینو گل نخوریم بعدی رو میزنیم. آره. چند دقیقه داریم اصلا؟ 10 دقیقه داریم، 12 دقیقه داریم. آره داریم. ولی اول مهارش کرد چه پاس گلی داد سعید دلاور. خودمونم نمیدونیم چجوری فقط بردیم. علی عشق غمش رو دیدی شادیش هم بگیر. بساط لبالب هم که اینجا هست ماشاءالله. جای بین اشک و لبخند چند سانت
چند میلیمتر فاصله است که امشب زدال نخوردیم. امیدمون زنده بود برای ادامه 5 تا بازی دیگه داریم.